خودتون رو چسبوندین، حالا میخوایم فرم بدین. مشتری از ما درخواست میکنه که من میخوام ناخونامو فرم بادومی کوتاه بزنم. گرچه که بادومی کلا بلنده، ولی خب حالا اگر ایشون بادومی کوتاه میخواد، بادومی کوتاه یه مقداری بغلاش جمع‌تره. خب حالا الان میخوایم فرمش رو براتون بریم. اول از همه با تیپ دقت کنین که بیش از یه حدی کوتاه نکنین. یه ذره ناخون رو بلندتر بذارین، چون موقعی فرمدهی به مشکل میخورین. اگه ناخون رو خیلی بیش از حد کوتاه بکنین، فرمدهیتون به مشکل میخوره. خب حالا یه سوهان موکتی برم داریم با سرسوهان موکتی. قشنگ فرمدهی تو انجام میدی. از مشتری میپرسی که قدش مناسبه یا نه. اوکی؟ کوتاه‌تر بود با سوهان دستی میره. اوکی؟ زیاد تلاش بر این نداشته باشین که خیلی کوتاه بکنین، چون ناخونی که کوتاه شده باشه رو نمیتونین کاریش بکنین، ولی ناخونی که بلند باشه رو میتونین کوتاهش بکنین. مثل غذای شور بی نمک میمونه. خب حالا بچه‌ها وقتی فرمدهی انجام میدین چجوری میخواین قدر رو چک کنین؟ ریشه به ریشه. ریشه ها رو میذارین کنار هم، قداشون رو چک میکنین. به همین راحتی یه فرمدهی سریع تمیز بدون دردسر. اگه حالا بخوای با سوهان دستی کار بکنی خیلی وقتتو میگیره و صدف ناخن مشتری هم آسیب میبینه. به علاوه وقتی تیپت هم بخوای با سوهان دستی بگیری خیلی خورد میشه تیپت. فقط با سوهان موکتی و دور موتور متوسط زیر 1/2 اولیه. بچه‌هایی که تو کامنت ها ممکنه بپرسن که دور موتورمون چقدر باشه و سرسوهانمون چی باشه، سرسوهانتون موکتیه، دور موتورتون هم 1/2 اولیه، زیر 1/2 اولیه. تمام. تو 30 ثانیه با من یاد بگیر چجوری فرم تیزا اجرا کنی. یه خط فرضی از مرکز تا نوک ناخن ترسیم کن. حالا باید 2 تا مثلث دقیقاً روی نوک ناخن ترسیم کنی. مثلث ها رو سوهان بکش و به مرکز ناخن وصل کن. حالا که مرکز ناخن مشخص شد، شکم ناخن رو سوهان میکشی و به مرکز وصل میکنی. زاویه سوهان باید جوری باشه که وقتی سوهان رو عمود بر ساید وال میذاری 2 تا مثلث خالی و هم اندازه در کناره های ناخن داشته باشی. مهمترین نکته توی کپشن نوشتم و کلی نکته دیگه توی پیجم بهت یاد میدم، پس فالو کن که گمم نکنی.